اینا پولدار نبودن مثل شما، به نظرتون دوست میشوید با هم دیگه؟ الانم اختلافمون چیزه. کدوم شمایی؟ معلوم نیست. من مستقیمش رو نمی‌کنم کدوم. یعنی علی نه من تو دوستی اختلاف طبقاتی برام خیلی مطرح نیست. همین الان آخه طبقات در چه حد اختلاف طبقاتتون؟ یعنی مثلا ما شهید فلاحیم، اونا پایینه بنکن دیگه. چه حسی داره پولداری؟ خوبه. یعنی حس خوبیه دیگه. اینکه در یعنی رفاه نسبی هستی حس خوبیه. نسبی نسبت به همه آدم. بقیه پولدارا. به ما همیشه یادآوری میکنه که کی بودیم و الان کی هستیم. که من قدیم وقتی بچه تر که بودم آرزوم بود که فلان ماشین رو داشته باشم. تا همین مثلا چند سال پیشم وقتی به دستش می آوردم از داشتنش لذت می بردم. الان اصلا حالم خوب نیست، یعنی دوست ندارم هیچ کدوم از داشته‌هام رو بیرون بیارم، برای اینکه من موقعی حالم خوب میتونه باشه که اون کسی هم که بغل من بغل تقاطع ایستاده اونم حالش خوب باشه. میخوام